لوسیفر پادشاه مغرور جهنم قبل از سقوط زمانی به عنوان ستاره صبح زیباترین و قدرتمندترین فرشته بهشت شناخته میشد. اما با این حال غرور و جاه طلبی اون باعث شد تا به تاج و تخت خداوند طمع داشته باشه. برای همین گروهی از فرشتگان سرکش رو علیه نظم الهی گرد هم آورد و شورشی رو رقم زد. اما با این حال اون توسط نیروهای بهشت شکست خورد و به اعماق جهنم تبعید شد و به عنوان پادشاه مغرور جهنم شروع به حکومت کرد. برخی اون رو شورشی میبینن که برای آزادی خودش میجنگید و این در حالیه که برخی دیگر اون رو شیطانی میدونن که خواهان نابودی همه چیزهای خوب در جهانه.